این خانم جذاب ایرانی اقتصاد بریتانیا رو تغییر داد. سحر هاشمی بنیانگذار کافی شاپ‌های زنجیره‌ای. سحر سرمایه 35 میلیون دلاره. به همین دلیل عنوان افسر والا مقام امپراتوری بریتانیا رو گرفته. ثریا داربی سرمایه 10 میلیون دلار. در سال 2010 به عنوان خلاق‌ترین فرد جهان در نشریه فست کمپانی شد. ثریا مدیر یکی از مؤسسه‌های فود اسپوتینگ. شهرزاد رفعتی یکی از ثروتمندترین زنان ایرانیه. اون یکی از جوان‌ترین کارآفرینان ایرانی در کانادا است. بنیانگذار و مدیر عامل برودبند تیوی. شرکت اون در حال حاضر چند میلیون کاربر داره. شاهزاده امنیت گوگل یعنی پریسا تبریزی، پدرش یک پزشک ایرانی و مادرش یک پرستار لهستانی بوده. اسم اون جزو 30 شخص تاثیرگذار زیر 30 سال ثبت شده. و انوشا انصاری سرمایه 75 میلیون دلار. نه تنها در ایران ثروتمنده بلکه در جهان هم زن ثروتمندی محسوب میشه و در 18 سالگی به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرده. سیما سرخامی در